ما رو دارین کجا میبرین؟ وای چه گرفت وای چرا دارین دست بزنین به صورت هنساما؟ با همین پام میزنم تو فکتون. آب میوه برامون گذاشتن. اسمش چیه؟ اکبر جوجه؟ آب میوه های اکبر جوجه خیلی هم خوشمزه. عجب. بچه از من نخواهید بهتون امید بدم؟ من جین امیدم. اول تنگو بکشید. همین دیروز نیم ساعت با جانکوک به قدم میخندیدن. برو بابا هنوز یادم نرفته من دوی منو خوردی. فهمیدم اگه منو ول کنی جینیانگو میدم بهتون. شوخی میکنه بابا مگه نه؟ داداش ناموسن فکر کردی کار خوبی کردی ما رو دزدیدی؟ خب ببین اونی که اونجا نشسته روزی 5 بسته شیرموز میخوره و دهن منو صاف کرده. اون یکی که یه سری گوشه خوابه. اون یکی که هر دقیقه از شبانه روز راجع به صورت هنسامش حرف میزنه. جدا پاره شده. اونگم که تیونگ و جیمین تو مایای اینن که یکی بگوزه و یکی واسه رو کمپانی میرینه. الانم تو قرار مثل من دنی سرویش مادرفاکر. حالا نظرت چیه؟